ما همه تو صحبتامون حتی بدون که خودمون بفهمیم از کلماتی استفاده میکنیم که باعث میشه اضطراب و استرسمون رو زیاد کنه. اما بین این کلمات 2 کلمه خطرناک هستن که اگه اونا رو بشناسید هم میتونیم آرامشمون رو بیشتر کنیم، هم روابطمون رو عمیق‌تر و راحت‌ترشون کنیم. اگه میخوای با این 2 کلمه آشنا بشی و بفهمی چطور روی زندگی و ذهن تاثیر میذارن و چه جایگزینایی میتونی براش داشته باشی، تا آخر ویدیو با من باش. زندگی ما پر از اتفاقاته. بعضیا خوبن، بعضی به ظاهر بدن. ما دوست داریم بیشتر اوقات زندگی و اتفاقات اطرافمون رو تحت کنترلمون بگیریم. به همین دلیل مدام دنبال بهترین راه‌ها و بهترین اتفاقات می‌گردیم. اما همین کنترلگری باعث میشه ما از 2 کلمه خطرناک استفاده کنیم. 2 کلمه که نبض زندگیمون رو از دستمون میگیرن. این 2 کلمه چیزی نیستن جز کلمه باید و نباید. اما این 2 کلمه یه چیزی رو به ما نشون میدن: ترجیح یا انتظار. یعنی اینکه من از دیگران انتظار دارم یه کارهایی رو انجام بدن و یه کارهایی رو انجام ندن. من یه ترجیحاتی دارم. ببینیم این ترجیحات وقتی واسه دیگران به وجود میاد یا برای خودمون چه اتفاقی میفته. ناخودآگاه خودمون رو تو فشار میذاریم. ذهن ما دائم درگیر اینه که همه چیز خوب یا بد باشه، ولی واقعیت اینه که خوب و بد واقعی وجود نداره. همه چیز ارزش گذاریه که ما برای اتفاقات میذاریم. اینا ساخته ذهن و عادتهای ما. یه مثال میزنم. وقتی به کسی محبت میکنیم یا وقتی انرژیمون رو براش میذاریم، ذهنمون انتظار داره طرف مقابلم دقیقاً مثل ما رفتار کنه. وقتی رفتار اون مطابق انتظارمون نیست، هم عصبی میشیم، هم از خودمون ناامید میشیم. گاهی اعتماد به نفسمون هم پایین میاد. این فشار و دلخوری نمونه مستقیم اثر باید و نباید روی ذهن و احساسه و حتی میتونه روابط ما رو زخمی کنه. روانشناسان میگن وقتی ذهن دائم با این 2 کلمه درگیر باشه، حتی موفقیت‌ها و لحظه‌های خوشم حس خوشایند واقعی رو نمیدن. برن بران میگه وقتی زندگیمون پر از باید میشه، ترس از اشتباه و قضاوت دائمی ذهن ما رو کنترل میکنه و شادی واقعی رو از بین میبره. حتی روابطمون از این تأثیر در امان نیست. وقتی دائم به دیگران میگیم تو باید این کارو بکنی، تو نباید این کارو انجام بدی، فضای ارتباط واقعی و راحت از بین میره و هیچ جایی برای انعطاف و تفاهم باقی نمیمونه. در نهایت زندگی با باید و نباید پر از فشار و انتظارهای غیر واقعیه. وقتی یاد بگیری به جای این 2 کلمه انعطاف و پذیرش رو قرار بدی، ذهنمون سبک‌تر میشه، روابطمون راحت‌تر و صمیمی‌تر میشه. حالا که فهمیدیم باید و نباید چطور ذهن و روابط ما رو درگیر و پر از فشار میکنه، وقتشه یه قدم بریم عقب. راه‌های ساده و عملی رو پیدا کنید تا ذهنمون آزاد بشه و آرامش واقعی برگرده. اول از همه وقتی حس میکنید داریم با باید و نباید زندگی میکنیم، یه لحظه توقف کنیم، از خودمون بپرسیم آیا این واقعا یه قانون سفت و سخته یا فقط یه انتظاره که ذهنمون ساخته؟ فرض کن یه دوست دیر میاد سر قرار، تو مدام بهش میگی تو باید سر وقت بیای. حالا به جای این کلمه میتونی بگی دوست دارم به موقع بیای، اما میفهمم گاهی شرایط جور نمیشه. همین تغییر ساده نه تنها استرسمون رو کم میکنه، بلکه رابطمون رو با دوستمون صمیمی‌تر میکنه. یه مثال در مورد خودمون بزنم. همیشه سعی میکنید تو کارامون بهترین باشید. ذهنمون میگه باید همیشه همه کارو درست انجام بدی. حالا بیاین این جمله رو اینجوریش کنیم: دوست دارم خوب عمل کنم و اگه یه اشتباه کردم ایرادی نداره، میتونم یاد بگیرم و از اون اشتباه درس بگیرم. این نگاه فشار و نگرانی رو کم میکنه، باعث میشه تجربه و موفقیت‌های حسی واقعی، شادی و رضایت هم به دست بیاریم. روانشناسا توصیه میکنن به جای زندگی با باید و نباید تمرین کنیم انعطاف پذیر باشیم و لحظه حال رو بپذیریم. یعنی چی؟ یعنی بدونیم که دنیا ممکنه یه وقتی اون جوری که ما دوست داریم پیش نره. آدم ها همیشه اون جوری که ما میخوایم نیستن. این باعث میشه که ما زندگی رو راحت تر بگیریم، اتفاقات خوب و بد رو برای خودمون بزرگ نکنیم. و یه نکته بگم، هیچ اتفاق خوب و بدی وجود نداره. این خوب و بد رو ما ساختیم.
خوب و بد شاید از نظر ما وجود داشته باشد. مثال میزنم، مثلا ما میگیم چون امروز بارون اومده روز بدیه، اما اون بارون شاید باعث بشه که ما در کنار عزیزانمون قرار بگیریم و یه روز قشنگتر داشته باشیم. شاید ایجاد یه رابطه جدید برامون خیلی لذت بخش باشه، اما همون رابطه شاید برای چند وقت آینده به عنوان بزرگترین مشکل زندگی ما رقم بخوره. پس هیچ رابطه خوب و بد مطلقی وجود نداره. میتونیم بگیم همه اتفاقات خوب هستند. گاهی بینشون ممکنه چیزهایی باشه که ما دوستش نداشته باشیم، اما همه اینها اومدن تا ما رشد کنیم و تجربیاتی باشه برای یادگیری جدید ما. اینجاست که قراره جایگزین کلمات باید و نباید رو پیدا بکنیم. بیایم به جای کلمه باید و نباید به دید امکان و تجربه نگاه کنیم. اینجوری آرامش بهتری داریم. روابطمون از فشار انتظار بیمورد رها میشه. پس قدم اول، هر وقت حس کردی با باید و نباید داری زندگی میکنی، یه نفس عمیق بکش، به زندگیت نگاه کن. آیا این واقعا یه قانونه یا فقط یه ذهنیتیه که خودت ساختی؟ هم یه تغییر ساده میتونه دنیای درون و روابط رو به شکل چشمگیری آرومترش کنه. همیشه یادت باشه زندگی تجربه است، نه مجموعه از قوانین سخت و سریع. اجازه بده جریان زندگی تو رو پیش ببره. لحظه ها رو زندگی کن، از مسیرت لذت ببر. همین نگاه ساده‌ای که آرامش واقعی رو دوباره به زندگیمون برمیگردونه. حالا میخوام ازت یه کاری برام انجام بدی. بگرد تو زندگی، ببین برای چه چیزایی باید و نباید گذاشتی و چقدر این باید و نباید ها زندگی تو سخت‌تر کردن و استرس و فشار رو به وجود آوردن. اونا رو یه جا یادداشت کن. ببین به جاش چه کلماتی میتونی بذاری، به جاش چطور میتونی خودتو آروم کنی و چطور میتونی راحت‌تر زندگی رو پیش ببری و در لحظه زندگی کنی. و از همه مهمتر این که انتظاراتتو یه جا بنویس و اونها رو کنشون کن. ببین آدم ها رو نمیتونیم با انتظاراتمون بسازیمش. انتظارات فقط ساخته ذهن ما هستن. ما یه سری حد و مرز برای خودمون قائلیم، یه سری حد و مرز داریم، اما قرار نیست همه اون حد و مرزهای ما رو انجام بدن. اگر کسی نتونست اون حد و مرزهای ما رو انجامش بده و از حد و مرزهای ما گذشت، ما هستیم که میتونیم از اون کناره بگیریم و اون رو کنار بگذاریم. پس اگر میخوای خوب زندگی کنی، اگر میخوای آرامش داشته باشی، زندگی رو راحت بگیر. بایدها و نبایدها رو حذفشون کن. بیایم با هم دیگه دنیامون رو قشنگ کنیم. همینجا میخوام بفرستمت به ویدیو قبلی که در مورد احترام به پدر و مادر بود. توی اونجا گفتم که همین انتظارات بیجا چطور باعث میشه که فرزندامون از ما دور میشن. برای دیدن ویدیوهای بعدی حتما کانال رو سابسکرایب کن و من رو همراهی کن.